السلام علیکم داملای عزیز، من سوالی دارم. در محله ما در چند مردخانه زنهای همسایه ما مرده را زیارت میکنند و دستهایشان را به مرده میرسانند و بوسه میکنند. جوابش را گردانید تا که زنهای محله ما درکدار شوند. البته امروز این هم یک حساب مصیبت است که تمام معرکه های مصیبت ما و شما را زنها میگذرانند. یعنی یک مرد در همسایگی میگذرد، برای او نه خویش است، نه تبار است، نه برادر است، لیکن پیش از شوهر یک رویمال دیگر در سر کشیدگی او نزد همون مرده در راست می شود. نه اجازت شوهر است، نه رخصت شوهر است، حتی شوهر هم درک ندارد همین زن در کجاست. و شما هم معتان وقتی همون زنها بر میگردن از مردخانه پرسین که چیکار کردین در همون مردخانه، بجز در داخل همون مردخانه به غیبت، بغیر همون چکچکی که بین یکدیگر میکنن، باور کنین در اونجا هیچ مسئله مطرح نمی شود. همون یار و رفیقا و بگیم اهل اولادش بیچاره یک چی آبی چشم کنن میکنن، اینها فقط نظارت میکنن کنی کی می آید، کنی کی چگونه گریه میکند، چی خبرها در همون داخل است. خلاص نمیقدر کار دارن. از رفتن اینها و مرده ما و شما جنتی نمی شود. و این زنهای ما و شما در همون مردخانه بجز غیبت، بجز چیندن اخبار همون اولاد دیگر چیزی ندارند. با سبب این قدم زدنشان چیکار میکنن؟ گناهگار میشوند، خلاص دیگر هیچ کار ندارند. میلش بسیار دلشان نمیماند خاطر همون زن همسایه، خاطر همسایگی رفت در همون مردخانه داخل شد، پس گردد بیاد از پای کاری خانه شود. شرط نیست که تا مرده را خیزاندن در همون اطراف مرده نشیند. اینش بس نبود که با امروز دستهای مرده را بوسه میکنن. او چی است که دستی او را بوسه میکنی؟ یا دستها را در وجود مرده میرسانند. من در چند معرکه دیدیم. بعد در چهره هاشان میمالند مثل که قرآن زیارت میکنی. این حرام است.